های شلیک و زندگی مردی که برای همیشه روی ویلچر نشست. ادریس نوری، مردی که در جریان فرار از اجرای حکم مهریه با شلیک ساچمه‌ای دچار زایه نخواهی شد. حالا مادر به این بیرحمی دیده بودین؟ سلام به فالوورهای پیج جنایت. بنده ادریس نوری به خاطر جنایت مأمور نیروی انتظامی و همسر سابقم به خاطر مهریه قتل نخواه شدم. الان دخترم 11 سالشه منو تلخوش میکنه. به خاطر من عذاب زیادی داره میکشه. به خدا نگاهی دخترم میکنم عذاب وجدان میگیرم. کجای جهان کسی به خاطر مهریه قتل نخواه شده تا من دومی باشم؟ تو رو خدا صدامو به همه برسونید. این ظلمی که به من شده تا حالا کجای جهان همچین ظلمی اتفاق افتاده، همچین جنایتی شده؟ سپاسگزارم.